قارچ گانودرما گیاه بومی شرق آسیا از دیرباز به خاطر فواید درمانی متنوع آن شناخته می شده و در طب سنتی چینی مورد استفاده بوده است. امروزه بر پایه نتایج تحقیقات دانشمندان این قارچ در انواع مکمل‌های غذایی و دارویی به شکل وسیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت یک مکمل غذایی سالم به مواد اولیه سازنده و روش تولید آن باز می‌گردد. از این رو فناوری استاندارد پرورش ارگانیک قارچ گانودرما با کمک شبیه سازی چرخه طبیعی آن به روش کشت روی تنه درخت، داخل دیگ و کشت در مقصدهای بزرگ انجام می شود. تحقیقات 30 ساله درباره گانودرما و بهترین روش‌های کشت آن نشان دادند که برای کشت گانودرمای با کیفیت چند شرط ضروری وجود دارد. 1. انتخاب گونه. 2. انتخاب روش کشت. 3. برداشت در زمان مناسب. 4. انتخاب روش فراوری بعد از برداشت. ویژگی اصلی این قارچ‌ها انرژی زایی و تنظیم عملکرد خون و ماهیچه هاست. تامین سلامت ریه، رگ‌های خون و پوست از دیگر فواید این گونه گیاهی است. باید اشاره کرد که یکی از مهمترین فواید این گیاه برای سلامت روانی انسان تسکین اعصاب مغز، اعضای حسی و طحال، لوز المعده و کیسه صفراست. بیشترین اثربخشی دارویی گانودرما مربوط به سطح خاکدار آن است. به همین خاطر بدون اغراق میتوان گفت که گانودرما بدون کلاهک خاکدار دیگر نمیتواند نماد اکسیر جوانی باشد. روش کشت مناسب، حفظ محرک‌های طبیعی کشت از جمله دما، رطوبت، نور خورشید و باکتری‌های موجود در باد و خاک کیفیت خاک‌های این قارچ را تضمین می‌کند. برداشت گانودرما در زمان مناسب تأثیر فواید آن را بالا می‌برد. از همین رو یکی از مزایای کشت مصنوعی این گیاه انتخاب بهترین زمان برای برداشت است. روش فراوری صحیح بعد از برداشت نیز در ادامه همان زنجیره قبلی حائز اهمیت است. از آنجا که سلول‌های تازه گانودرما بعد از برداشت در دفاع از خود به سرعت پژمرده می‌شوند، نباید این قارچ فوراً بعد از کشت دیهیدراته شود، چون خاصیت ضد بیماری آن از دست می‌رود. مواد اصلی موجود در قارچ گانودرما اسیدهای گانودرمیک هستند که شباهت زیادی به تریترپنوئیدها دارند. تحقیقات بسیاری برای شناسایی مؤلفه‌های شیمیایی معاصر در درمانهای دارویی این ماده صورت گرفته و نشان دادند که بعضی از اسیدهای گانودرمیک فعالیت‌های بیولوژیکی من جمله محافظت در برابر هپاتیت، تأثیرات آنتی تومور و بازدارندگی در برابر ریزش مو و پیری پوست دارند. چرا گانودرما به گیاه جوانسازی شهرت یافته؟ اسید گانودرمیک ماده‌ای ضد التهاب و ضد آلرژی است و سیستم ایمنی را تقویت می‌کند. هرچه سیستم ایمنی قوی‌تر باشد، فعالیت رادیکال‌های آزاد آسان‌تر می‌شود و این یعنی چین و چروک‌ها و خطوط ریز روی پوست صورت کاهش می‌یابند. بهبود گردش خون انعطاف پذیری پوست را افزایش داده، فرایند پیری را به تأخیر انداخته و پوست شما را شفافتر و شادابتر نگه می‌دارد. در دوران چین باستان از قارچ گانودرما در ترکیب با دیگر گیاهان دارویی به عنوان یک تونیک احیا کننده برای جلوگیری از ریزش موی سر استفاده می‌شد. این گیاه معجزه‌آسا مانع از بین رفتن رنگ طبیعی مو شده و با سفید شدن زود هنگام مو مقابله می‌کند. علاوه بر این قارچ ریشی احیا کننده طبیعی کبد است. تحقیقات نشان داده‌اند که انواع وحشی این گیاه حاوی مواد سم‌زدای کبد هستند. به این ترتیب فعالیت رادیکال‌های آزاد متوقف شده و همزمان امکان احیای سلولی فراهم می‌شود. این قارچ در سنتز اسیدهای چرب
و صفرا نیز نقش مهمی داشته و سمزدایی مواد شیمیایی را تسریع می‌کند. جالب است بدانید این گیاه دارای خاصیت افزایش انرژی بدن در مقابله با استرس است. گانودرما سطح متابولیسم بدن را نرمال سازی کرده و ذهن و جسم انسان را هماهنگ و همسو نگه می‌دارد. تأثیر این قارچ بر وضعیت ذهنی انسان امری شناخته شده است و یکی از محبوب ترین گیاهان دارویی ضد افسردگی است، چون از یک سو تحریک پذیری و اضطراب را کاهش داده و از سوی دیگر در غلبه به افسردگی کمک می‌کند. همچنین مصرف گانودرما در کنار اشعه درمانی و دیگر داروهای ضد سرطانی به عنوان یک روش درمانی مکمل برای برخی انواع سرطانها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این قارچ جدای از کاهش عوارض منفی شیمی درمانی، مانع از رشد و گسترش سلول‌های توموری شده و از آنجا که مانند یک واسطه ایمنی عمل می‌کند، سیستم ایمنی را احیا و سرعت بهبود بیماری را افزایش می‌دهد. چاقی و افزایش وزن یکی از پیامدهای متابولیسم کند است. هرچه سطح متابولیسم بالاتر باشد، سوخت چربی در بدن بیشتر می‌شود. مصرف گیاه گانودرما سطح متابولیسم بدن را افزایش داده و به کاهش وزن بدن بدون بازگشت کمک می‌کند. همچنین نباید از تأثیر مثبت ریشی روی سیستم تنفسی غافل باشیم. افراد مبتلا به انواع شرایط تنفسی من جمله سرماخوردگی، سرفه مزمن، سینوزیت یا آسم و برونشیت می توانند با مصرف این گیاه از مزایای سلامتی آن بهره مند شوند. به علاوه مصرف گانودرما غلظت خون را کاهش داده و مانع از تجمع پلاکت ها می شود. این خاصیت به نفع افرادی با ریسک فشار خون بالاست. نتایج تحقیقاتی نشان دادند که ماده آدنوزین نبض منظم قلب را تنظیم می کند و از آن به عنوان داروی تجویزی برای رفع برخی مشکلات قلبی و عروقی استفاده می شود. و در پایان اینکه دیگر با آلرژی خداحافظی کنید. گانودرما یک آنتی هیستامین طبیعی است و در صورت وجود ذرات آلرژیزا و حساسیت‌های پوستی مانع از ترشح هیستامین می شود. شرکت بیز با انتخاب بهترین گونه گانودرما و روش‌های کشت اصولی آن موفق شده به یکی از برترین تولید کنندگان این گیاه در ایران تبدیل شود و علاوه بر ایجاد اشتغال سهم مهمی در گسترده تر شدن سبد غذایی سالم هموطنان شود. امیدواریم استفاده از محصولات تولید شده توسط این گیاه تأثیر بسزایی در حوزه سلامت و درمان کشور ایجاد کرده و شاهد آثار مثبت آن در جامعه باشیم. تهیه شده در رسانه آموزشی بیزمک. بیز همیشه یک گام جلوتر.